همسایه تمام میاره من 10 روز تیر شده 11 روز نه من به تو روز اول بگفتم که اینا رو من اجازگی استوندم اینا رو بفروشی به این رقم فروختی که تو هم اگر به قرض بدی خدا چه کار کنم بیام سلام علیکم من نباشیم علیکم سلام کجا میری؟ به کلاب کجا یه برستاش پیش نانه استاد میشی بگو گیلا کجا میری؟ به کلاب گوش کشیم نانه گوش کشیم میره به کلاب میره گوش میگی میشا خونه شما دومیری میره به کلاب چه اماله تاکی سوم خرج یک هفته تونه بگیم نانه بزی آدمون به قرض دادی دیگه پا بشی مدار خود به قرض دادم دیگه دیگه ای همسایه عمل چند قرض به قرض دادی بزی؟ این 2000 ما چند شدک چرا خانه تو این پولا بچه من نمیدی تو 2000 میوایی چی؟ میوایی میوایی دوها به قرض دادی ها صبح چه خوردی؟ صبح شو مونده اونا بازم طور نشه کرده چره؟ برو کوکا دیگه کس تو فیلم یاد من فیلم ای بچه من خور خوشکه به خانتا نمیلازه گپ زدن خود بعد پولا بچه من راست بگه من برفتم اونا قرض کردم اجازگی بیاوردم که این بچه بفروشه دریپی برای ما بمونه حالی برفتم 16,000 پولا گم کردم من از کجا اینا رو پیدا کنم من از گیلک شیرینی ایت خریدم شوی طرف من گیلکه شما چی کار دارین؟ من مادرم تو به قرض دادی پس شما نگاه کن به قرض دادی تو تاگوشو تو نزنه گیلک تو میگه تو دارو با خوب بچلی خود چند به قرض دادی کم سنده که شما خود من شما 2000 چی قرض دادی؟ چیز فندق و 2700 شیرینی نخریدم هنو ازری هم کوالیسی که هیته میکنی با هوا تاریک به شویته میگه تا بازا کینی چله آها یا تومات ها نه های پولا بشهی تو این پولا خود بداد نه خب پس از کی مونده که به من میگه پولا هم قرض بردم از همسایا بسی پول داری یک ساعت ادشونی که یادتونه ازری میچه خوندی به تا سر کینی خود شلوغ بودد من نفهمیدم خب کی به قرض دادی دیگه؟ چه؟ کجیر سبق اونا کجیر سر من در جمع باش کجیر بدک تو بساط ما چکار کنه خب اگه پولا بچه من بخوری تو بدوایی میکنه خیر به جلوی تو نمیآید یا اگه من پولای بچه شما رو بخوردم ما به زمین تحرده که چی بچه من خاطر عقل خیلی کار نمیکنه راست میگم نخوری حقمو خدای ما دیگه مردم افتاده که ما حق تو رو بخورم برو یعنی هیچی از این پولا نموندل بگی همون شویدم بیام آدم 1 کیلو مردم میفروخت دیگه هم کپه میکردی یعنی که اینجا شروع کرده به خوردن همه بخورده قرض کی دادم شکم بخوردم با تو خور من دیگه برو تو نه بدونی به چشم آخر که میخوردم اینجا چه ندیدم منه روبرو منه هیچی به قرض نبردی نه چی به خب قرض تو که اینا رو بخورده چرا بخند مردم میگن دروغ میگه بابا 16,000 ما بخوردم رو بخوردم میشتم دروغ میگه بخورده خاله بچه شما بای وقت قرضانه حالی ما به کجا یه بده بگی نستون و عرش شماست نمیگی یه حیات ما برفته یه حیات ما برفته روزی پول دادم میگه تو قرض بودی سرقی تو گیر نه در سر رمضان ناینای نه شما این برستشین که میشه یک دم سگ از اینو بیاد تو نگاه کن تو بزید چه کار داری؟ فس در سرایه میشه که برق نیه در بزن فسک در سرایه در زمانه مثل کی برق نیه انا بالا خزن سگ دارم اینا میشه دمه بابا بله شما نه بگیم پولا مسکینه بده چی؟ حتی چندی بود؟ ها گیلا شتم جانجا خیریت جان است گذشته مبارک باشه سلامت باشه از تو سلامت باشه بالا جان خوبه خوب خیریت بخیر سلامت انتیار همه هستی شما جور مادرتون خانواده‌ام خوبم سلامت باشی رمضان برات نانه میگه تک برات امو 3000 خوردی آماده من پولا شیرینی آمد بده خاطر ما نانه من اینا اجازگی آوردم چرخ جای کرایه کردم گردن من 16 چندی 15 سه کوبران خوبه کدوم چرخ ما کرا کردیم همین میوار ما اجازگی آوردیم که این بچه می بفروشه دریپی بمونه که ما پرداخت گذاری خور بکنیم حالا کم بیا آماده میگم این همسایه هم مگه میوار به قرض بردن الان گفتم خب برو بستنک میگه نه تو بیا بریم من پولا مر نمیدم دیگه اشته نمیدم حالا ما بیا آمدم برو خوبه کردم گفتم چندی بود نه 1000 ماشون چنده همون چه کاسه برو خوبه کردم من پولا کمر بدیم دیگه خیر ببین نه تو چی میگی تو به اوش خواستی من از تو 3000 و چند قرض دانیو
سینی مزری پس تو میوه استوندم 3300 روپه پول به کیسیم بود 200 روپه من از تو قرضدار شدم با 3000 و چندی رو به چیه؟ به یاد تو نیه گیلا حالا گرد بزن دیگه خودی مرد کانی مر بیاوردی گفتی من رمضان نای ما چم اسکی ما پول من خوانی مر بیاوردی دم سرای نه دیگه ما چو می پولا خود بداد نداد ما چو بیاد لجو سدیان عبید به دست تو دونم که همه یک چست کردن سیوامی که میگفتی نمیچله میگفت اگه شما رای نه اثر همه میچله اگه شما رای نه اثر هم نیه بده به خود نبدی سدیان گیرد زمین عبید به دادم به تو خب چی دیگه ما چو نانه میگه حالا من 15 هزار پول مردم من باز کجا بیارم ما چی میفهمم به یاد من میآید کی ببرده این بود 200 ببرده دیگه پره نمیشه 200 روپیه آدم میگه من از تو قرض دارم دیگه پولا تو بعد می پولا رو کجا کردی ما چی میفهمم همسایه به سر من برختم ما چی میفهم ما به یاد من میاد خاله جان سینی مزریپه من از این میوه خشک استوندم دمه که پولا خو این حساب که سینی مزریپه شد پولام 3300 گفتم خیر گی لگان 200 روپیه حواله میوه کم کو گپ پینی کم پولام پرشه بو خیر حق همسایه گفتم ما و شما همسایه 200 روپیه دیگر بابا تا که رفتیم بعد عید بده گفتم خیر گپ پینی مشکل نداره حالا من کرای چرخ مرتکر از کجا بیاورم پولا مرتکر که ما برفتم جنس آوردم که اینا رو بفروخت اینا من چی جواب بدم آخه چی میفهم ما به یاد من میآید آخه به خوردن میفهمی به گپ زدن خب ما چی میفهمم نه چیشم من نرم که دیونی تو برو برات کار خب برو دیگه هیچ آدمی تو ما چی میفهمیدن دست من نانه متلنگ داد حالا من کجا تو گپ بزنم من به کجا برم چکار کنم نانه من اینا رو همه بخوردم شما همه عباس خود کلگنده خود گفتم ما چون 4 قرانو بخورده 2 تا کشمیش رو خود 200 خورده روپیه شما نخوال ری میکنم به دست بچه خب در سرا شما خود دیگه برگفتی بیرم دم سر رمضان گپ زد خودی آخه گپ زد پولا مربوط به جواب مردم بودو ایشته مردم ایم شما که برو لالا جو جنجالا خدا که جالب حسن که برو بعدی برو اگه پولا بچه من بخوردی من بخور نفری میکنم خیر حالا بجنم جو تو 200 نمیاره روپیه بچه شما قرضدار منه برین شما ما به دست بچه نمیشه پولا همه بچه چندی بوده نه از کلکی نیستی میکنه نه بله بسید حالا جان ما میگم مشکل عصبی داریم سی نکنیم بعد دیگه ما سر ما برستون شما برین که برات کار کو برین زمین ها نبخش مونده میراسا ما سی میکنیم حالا جان تو میگه من که پول مهم از خب پوست تو چی میفهم به یاد منه همه تا میگه نه تا یکی بگه همه پره مایان مایه من چه کار کنم اشتباهی کردم در سلام برین خاله که می حق همسایه می قلبه یک لک حالا در سراتون که ما نخوردیم بگذار که من پولا برین شما در سلام مشکل خوبه دیگه تو بریم چی رقم چه کار کنم اشته کنم خودی عزیز اشته مردم نافهمی همینو که بدت نمیفهمم حالا من چه کار کنم کجا برم آخه ما چی میفهم آنگی پک بیمون السلام علیکم گیلا هیچی برات گپ نگرد شتنی خاله خوبی یادت جور خاله بخیر میگم بله. همین آدم که نمیفهمیدم تو که میفهمیدی نمیفهمیدی بله. این میوار چه کار کردیم شما خوله به کجیر به قرض داد به عباس به قرض داد به رمضان به قرض داد راه گذر به قرض داد هم میگو گیپک بکش میگفت بکش گیلا گیپک میگفت نه گفتم به قرض نده میگه به تو چی بکش همسایه منه نگاه کن که تو ملامتی دروغ میگه پولا مردم بخورده نه سعی کنیم بعد تست دالون سلام مردم همسایه همین خود گفته که ما چون اینا رو اگه تا به قرض ندین گردن ما بند باشه دستلاف نمیکنیم دیگه مردم میفروشیدن ما نمیفروشیدیم این حالا بابا خان من تو چه دیگه کاری میکنی دروغ میگه خوله به خدا به من کی به قرض میدم چشمت نزد مرگ چشمک نزد حالا من چه کار کنم چه کار کنم خوله میبینی ما رو چشمک میزنه خاطر به گردن نوسته ما چری دروغ بگم سکو چیزه گیپتون نفهمیدی مثلا کی امینا پولا رو مگذاره کی به نسیه برده که باره ما بستون هنال هر کس میره میگم به یاد منیه تو به قرض زدی بزی گفتی به قرض بدی چی میفهمه تو بابا مالی می خود دست ما به تروی با مگرم 15 حالی من پولا رو از کجا به تو بگم برو پیدا کن خوله قیمت نبودن ای میکشید و میکسر به قرض میداد من چی میفهمیدو حرکت کن حرکت کن از هر جا بشی پولا نگه پیدا کنی من نمیکنم جلو شو جلو شو جلو شو بگو جلو شو پولا مردم رو پیدا کن جلو شو هر کجی هم دیگه برای بیار ششته کجی رشته می خیری خوبی بخیری سلامتی شکر کجی رموشو ای تو به قرض نبودی شایدو اپیشکی اپش ما و گیلا نه بخار نبودم هر چی که بوده پولا خونق بدادم و میدم دروغ نمیگی اپش
پیش ما بغل نمیده خاطر به جنجال از اینا بموندو. تو نشه ای من چی یکی دارم تو دروغ بگو 18 ساعت دیگه من پیش گلک شیرینی یک بردم پلاکای رم نه امیدم حساب کردم بگذاشتم به کف داشتی برو که پیش خیلی ندید تو هم همون جگاه استاده بدی ندیدی من نمیگم تو به قرض بده من یعنی میگم اگه ببردمشی راست خوب بگو خاطر ما و گیلک با هم افتیم از این پول مایم با پس کشک میکنه همین پولای که شاگردینگی به من میدم خوبه با اینا گم شه با خیر نمیدادم شاگردینگی من چی میشه نی برو من پلاکای نقب دادم برو خود تو هم همون جگاه بدی حساب ما بیا جیب رو به هم ریزم آیشه خدافظ برو به خیر بشه خداحافظ کله گنده تو گلک و خوک شکوری کار شما به سرداد پا درست انجام دادین که برین شما شیرینی ایگ بفریشیم همه رو بخوردیم برفتیم برای خورخوال برای پولا الله سلام علیکم من نواشم برای جنجور تیار هستی خیریات برای جنجور برای ما و مادر ما به جنجال افتادیم بزد به تک گوش بزدیم اینجا هم سایام سی میکنه ما به جنجال این داخنال من یاد پس مرگی ندارم میفهم که آیاد ما برفته که ما به کی بفروشیدیم به کی نفروشیدیم تو چی میگی گیلا چی بفروشیدیم نفروشیدیم ما با گپ تو اصلا نفهمیدم من ضربه فهمیدم که خود مادر ما به جنجال افتادم دیگه نفهمیدم که تو چی بفروشیدی نفروشیدی هیچی شیرینی اید میوه خوش با سر چرخ داشتم نگفتم سعی کنی تو پیش ما به قرض بودی انال لکم سایا به قرض بده همه میگم نبردیم ما آها خوب شد بفهمیدم پس تو بزی اید که میوه خشک میفروختی گیلا تا شهر به کجا میفروختی به تا شهر به چیز به سر فلکی اسپی نده خوبه با قرض بردم الان همه میگم ما نبردیم انال نانه میگه 15 هزار پول چکار کنم من گیلک جو هر کس از پیش تو به قرض برده پول کاسر نمیده خیر بجده بینایه هر کس مایه باشه سیکو ما کو خود تو خبر داری که ای عید اول پیار بود و پیارک ما کو فوت کرد خدا بیامرزه برفتم یک 4 بسته خرما بستوندم فقط همین رقم تیر کردم ما برات میوه و دونوی گپا نگشتم به پیش من نمیدی نه مال از تو مرد اوری الکو ایوانت خراز مار به گپ نمیگذارم اینو حالا کم برار خوب گردم تو ما خبر نیم که تو به کجا بساط تیار کردی بدی خود تو میگی من به اسپی نده بساط تیار کردم ها کی برده باشه پیش تو بقر نمیشناسی نه ما میشناسم همسایار کو میشناسی همسایا برار کجیر بیامد عباس بیامد رمضان ناینای بیامد نورآمد خیگینه بیامد نمینا بیامدن خیلی وانال میگم باشم یک رمضان گفت حکمت 200 قرض دارم نانی من مر بزد گیلا گمی میوه آخر که بودی بفروختی یک که بودی یا دیگه نفرم خودتو بود گیپک هم شاگردم من شاگرد گیپک بودم خب حالا گیپک عقل نمیکشه که اینا کی برده بگردن نمیگیره به خیالم همه پولای بزده پیش می چندی بوده گیلا 15 هزار میگم نیه 15 هزار نه میگه پولا تو کمه اینا رو از کجا پیدا میکنی تو آدم غریبه من بیل ندارم هر کی ببرده بیل ندارم من گیلا جو هر کس ببرده خیر بده من مسکینیم بدوی کو هر کس کو ببرده خیر نبینی نلله اگه ببردی چرا بر میگه گیلا ما به پیش تو اما به پیش تو نمادم که از تو چیزی برده باشه میگم هر کس که از پیش تو ببرده پولاتو نداده تو بدوی کو تو میگی خیر نبینی من کی اومدم به پیش تو برار کو بگردم خیر نبینی